دوشادوش بلوچ‌ها، دوشادوش کردها، دوشادوش مردم مظلوم عدالت‌ها، هم در مشروطه و هم در شما اجساد خاوران 7000 نفری رو ببینید کشته شدن، 90% فارس بودن. ولی هنگامی که دولت‌ها این کارو میکنن و بخشی از فارس‌ها که در این حکومت کار میکنن و اکثرا در شهرهای مرکزی شیراز، خراسان، اصفهان، قم، یزد، کاشان با همه نعمت‌های زندگی دارن میکنن، اونها میگن که پس این فارس‌ها هستن که این جنایاتی رو دارن انجام میدن و مردم حق دارن چنین تصور بکنن، برای اینکه دقیقاً این دولت مداران بیشتر در این شهرهای مرکزی زندگی میکنن که شهرهای فارس هاست. پس الان من دشمن شما هم دیگه. نخیر، اصلا شما اتفاقا دوست من هستید. شما از اون دست فارس ها هستید که با ما میمیرید، با ما زندگی میکنید، مانند احزابی که سراسری اکثرا عدالت خواهند، مانند همه طرفداران حزب توده ایران، سازمان حزب چپ، فرزند نیروهای مجاهدین خلق، نیروهای فداییان، اینا همه با مردم کردستان، بلوچستان شریکن و اکثرا هم 90% فارسن. ولی بخشی از فارس ها که شیعه های 12 امامیه برحقه بهشون میگیم و در مراکز شهری مرکزی زندگی میکنند، دقیقاً دشمنان هم ما هستند و هم دشمنان فارس ها. آقای دادیار، شما داری یه تعریفی از فارس ارائه میدی که نه از فارس، از بخشی از فارس ها. نه اجازه بدید، اصلا خود همون بخشی از فارس ها، کلن اون چی که شما به عنوان فارس داری استفاده میکنی واقعیت وجودی، واقعیت خارجی نداره. به خاطر اینکه از خود حکومت شروع کنیم. در حکومت از اقوام مختلف ایرانی هستن در خود این حکومت. بابا رهبر این حکومت که خودش مال مثلا آذربایجانه، نمیدونم. بله کاملا درسته. خب بنابراین کاملا درسته. جاشه های این ملت ها، مثلا رئیس مجلس، جاشه های این ملت ها، خیانتکاران این ملت ها رو حکومت برمیگزینه که این فلسفه رو بگه که نخیر، از اقوام هم هستن، آقا فلانی ترک، فلانی. بله در میان این ملت ها هم آدم های خیانتکار هست، ولی اینها نمایندگان مردم نیستن. اینها رو مردم انتخاب نکردن، حکومت برگزیده با رشوه و در واقع راند. آقای دادیار، این یه واقعیته که اساسا حکومتی که الان در ایران هست براش اهمیت نداره که شما بلوچ بخوای باش یا خیلی اهمیت عرب. مثلا ما در اول انقلاب فرقی نمیکنه. آخه چرا شما نه خیلی فرق میکنه جناب گلچین، خیلی فرق میکنه. حکومت نماینده مردم بلوچستان و آقای محمد حسن رئیسی رو به مجلس راه نداد، بیشترین رأی آورد، راه نداد. به خاطر بلوچ بودنش که نبوده. حکومت آقای دکتر قاسملی رو که 87% رأی در کردستان آورد نگذاشت وارد تهران بشه. نه به خاطر کرد بودنش، ببین به خاطر اینکه از پایه و اساس با نظام جمهوری اسلامی مخالف بود، نه به خاطر کرد بودنش. معلومه که مخالف، برای که حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایران نیست. قوانینی که حکومت اسلامی آورده از جامعه حجاز، از سعودی و مکه است. اون نمیتونه در ایران حکومت بکنه، برای که قانونی که عمل میکنه کتابش مال ایران نیست. خیلی خب، پس از حجاز چرا شما میگی فارس؟ آخه شما داری الان یه جوری داری صحبت میکنی که من خودم فارس زبانم. خب به عنوان یه فارس زبان الان میبینم شما انگار که مثلا علیه من هستی. آقا من چیکار کردم به عنوان یه فارس زبان؟ من چه جنایتی کردم؟ ابدا. من اتفاقا فارس ها ما بسیار، مثلا ما زبان فارسی رو بسیار بیشتر از شما دوست داریم. ما مثلا بنده کتاب دیوانم هم فارسی است و هم بلوچی. ما عاشق زبان فارسی هستیم، ما عاشق فارس های هم میهن دلسوز ادارت خواهمون هستیم. اما در بخشی از فارس ها که شیعیان 12 امامی شهرهای کرمان و خراسان و مشهد و حتی تبریز الان چرا آذربایجان با جنبش در واقع ژینا همراهی نمیکنه؟ به خاطر اینکه شیعه مذهبات تماما و تمام قد هم دشمن فارسند و هم دشمن ملیت ها.
اکثر نیروهای 90% نیروهای فارس زبان شیعه 12 امامی برحقه حتی دشمن بشریتن. اینها داعشن. آقای دادیار، من فکر میکنم که مطالب شما یعنی سخنان شما شنیده شد و حالا به صورت شنوندگان قضاوت میکنم راجع به این چیزی که گفته شد. خب ولی نکته اینجاست که شما نوع حکومت آینده رو فدرالیسم تعریف کردی، ولی اشکالی که من میبینم تو اون فدرالیسمی که شما داری تعریف میکنی، شما میخوای بیای از اتنیک هایی که در ایران هستن یه ملت درست بکنی خب و مردم بندازی به جون هم. یعنی اون بگه من نمیدونم در آینده ایران هر اتنیکی بخواد یه قلمرو برای خودش تعریف بکنه، اون بگه مثلا اینجا قلمرو نمیدونم عربستان، اون یکی بگه این قلمرو بلوچستان، اون یکی بیاد بگه این ترکستانه. خب این خطرناکه این کاری که شما داری میکنی و میتونه واقعا همین کشوری که ما داریم حالا با خونهایی که ریخته شده و به شکلی تونستیم حالا این سرزمین خودمون رو نگه داریم، شما الان دارید یه برنامه برای آینده ایران دارید ارائه میکنید که وضعیت رو حتی بدتر بکنه دیگه. همین جغرافیایی هم که الان مونده همین هم نداشته باشیم. عرضم به حضورتون که اینجوری، البته اینجوری که شما میگید اگر باشه که 100% چنین اتفاقی خواهد افتاد، اما فدرالی در اساس لغویش یعنی به هم پیوستن، یعنی یاری و امداد و رفع هر گونه تبعیض‌ها. شما الان وقتی میبینید در آلمان فدرال برقرار شده، جنگ نیست، کشتار نیست، تبعیض نیست. شما وقتی در بلژیک میبینید جنگ نیست، کشتار نیست و مردم یک دل شدن. شما وقتی در اداره امور آلمان غربی به عنوان صنعتی ترین کشور جهان میبینید، بزرگترین افتخار ملی برگزار شده. شما 1 میلیون و 300 میلیون مردم هندوستان میبینید، انگار تو اخبار نیست. در هفته شما میبینید انگار در این مردم 1 میلیون 18 برابر ایران فقط 80 میلیون 18 برابره، اما به اندازه ایران ناامنی نداره. لذا در فرهنگ در واقع فدرالی ایران به هم پیوسته تر میشه، همدلتر میشه. هنگامی که یک بلوچ احساس میکنه در کشورش، در دولت مرکزیش 2 تا وزیر داره، 3 تا وزیر داره، با هم دارن کشور رو اداره میکنن، این خاک به هم وابسته تر میشه. این مردم با هم دلبسته تر و از ژرفای دل هم دیگر رو دوست میدارن. اینه که خاک بلوچستان خاک ایران هست. در یک کشور فدرالی، فدرال های ایران جزو خاک اصلی ایران شمرده میشن. بلوچستان از آن بلوچ ها نیست، از آن همه کسانی است که در بلوچستان زندگی میکنن. اصفهانی، کرمانی، تهرانی، شیرازی، عرب، کرد در بلوچستان زندگی میکنن. این خاک از آن همه اونهاست، نه فقط خاک بلوچستان مال بلوچ هاست. در کردستان خاک کردها نیست، خاک همه ایران هست. در اونجا کردها هستن، عربها هستن، تهرانی ها هستن. این خاک جزو خاک کل ایرانه. 1,648,000 کیلومتر ایران خاک ایرانه، چه بلوچستان باشه، چه کردستان، چه تهران. در حکومت فدرالی این خاک به هم پیوسته تر و همیارتر اداره میشه. هیچ کدوم از فدرال ها حق ندارن بهتر از دیگری زندگی بکنن. یعنی بلوچستان باید مثل شیراز بشه تا احساس ایرانی بودن داشته باشن. این هست در واقع اون نظامی که ایران رو نجات میده و به هم بسته تر میکنه. شما نمیدونم صدای من شنیدید گفتم چرا چرا یوگسلاوی رو شما مثال نمیزنید؟ یوگسلاوی یک کشور 10 ساله است. یوگسلاوی 10 سال بود که یوگسلاوی شده بود. ایران یک کشور تاریخی به هم پیوسته مرزهای رسمی شده بین المللی داره و این ملت ها همه با هم در تنیدن. شما الان زبان بلوچی رو حساب بکنید با زبان مردم فارس، 90% با هم یکیست. در جنگل ها، در امور طبیعت، در جسم جان، در نواها
در همه چیز با هم نزدیکن. این ملت ریشه تاریخی دارن. 1000 سال 2000 سال پیش بلوچ‌ها در لشکر داریوش و کوروش بودن. اینها ملتی واحد و یک نیاکان هستند. خیلی فرق میکنه تا یک کشوری که مثلا 3-4 تا خلق رو برداشتن به هم چسبوندن، یا مانند فدرال های وستفالی که از در واجه استعمار انگلیس اومدن به هم دوخته شدن. ایران یک کشور پیوسته تاریخی است. اصلا مثالش نمیشه با یوگسلاوی زد. خب حالا من یه سوال از شما دارم که خاتمه گفتگو هستیم. یه سوال من از شما دارم. ما اگر بیایم بگیم که هر استانی پارلمان خودش رو داشته باشه، خب بعد فرماندار خودش هم داشته باشه که منتخب مردم همون منطقه باشه، یعنی ساکنان اون منطقه، هر شهری هم شهرداری قدرت داشته باشه، نه مثلا شهرداری هایی که الان تو ایران هستش که کارشون جمع‌آوری زباله و ساخت و ساز و اینا هست، نه، تصمیم گیر باشه، شهرداری قدرت پیدا بکنه، شورای شهر منتخب مردم باشه با قدرت بتونه شهر رو اداره بکنه. یه همچین سیستمی چه اشکالی داره که شما میخوای بری مثلا فدرالیسم درست بکنی، مردم به جون هم دیگه؟ صدای من هست الان؟ من ندارم. الان صدای من هست؟ آره الان هست. نمیدونم سوال من شنیده شد؟ گفتی که شهرداری مثلا شهرداریش مثل شهرداری حالا نباشه، یه شهرداری پرقدرت. خب تا اینجاشو پس شنیده. اون استانداری و اینا رو هم شنیدید دیگه، فرماندار و استاندار و اینا. بله. خب حالا اون یه همچین نظامی چه ایرادی داره که شما میخواید برید دنبال فدرالیسم؟ برای اینکه این الان این شهرداری ها شهرداری مردمی نیستن، یعنی از خود مردم انتخاب نشدن. اینا رو دولت مرکزی. پس سوال منو نشنیدید. نه پس سوال من من گفتم اگر شهرداری ها قدرت داشته باشن و منتخب مردم باشن، شورای شهر ما داشته باشیم، شورای استان داشته باشیم، منتخب مردم خود استان، فرماندار استان منتخب مردم باشه، ما یه همچین نظامی داشته باشیم و اینا همه قدرت داشته باشن تو منطقه خودشون، نه اینکه مثلا فرماندار مثلا بلوچستان یا مثلا حالا سیستان و بلوچستان یا بخوایم 2 تا استانش بکنیم، تصمیم بگیرن مردم منطقه بگن آقا اصلا سیستان بعد از بلوچستان جدا بشه. حالا اونا تصمیم گیری های مردمیه. خب اینا قدرت داشته باشن و پارلمان منطقه‌ای ما داشته باشیم، پارلمان هم منتخب مردم باشه. بسیار. خب چه ایرادی داره که مثلا یه همچین سیستمی که شما میخواید دنبال هیچ ایرادی نداره. اینو بهش میگم فدرالیسم. همین چیزی که شما میگید، اگر این مردم زبان خودشونو داشته باشن، از 1 تا دانشگاه و شهرداری، استانداری، امور اداری خودشون، امور محلی خودشون انتخاب بکنن، اینو بهش میگم فدرالیسم در جهان. آخه یه فرقی داره. ببینید من این سیستمی که دارم تعریف میکنم میگم ما یک ملتیم، ما ملت ایرانیم. خب بله یک ملتیم. بله خب شما نه دیگه، شما میگی که ما ملت نمیدونم بلوچ داریم، ملت نمیدونم کرد داریم، ملت عرب داریم. من میگم ما یه ملتیم. باید اونا ملیتن. ملت ایرانه. ملت ایران از چند ملیت درست شده. اونها ملیتن. ملت ایران به جای خودش باقی است. کشور ایران به جای خودش باقی است. ایران یک شما حالا مشکل اینجاست. وقتی شما اجازه بدید، وقتی شما تعریف میکنید ملیت بلوچ، خب اون کسی که در آینده میخواد تو بلوچستان زندگی بکنه خودش غریبه میدونه، میگه خب من که ملیت بلوچ نیستم، که من مثلا اصفهانی ام. ملیت بلوچ ایرانه. ملیت بلوچ ایرانه. ما بدون ایران هیچ ملیتی رو نام نمیبریم. ملیت بلوچ ایران. خب اون اصفهانی که میاد تو بلوچستان زندگی بکنه اون تکلیفش چیه داره؟ یعنی که اون اسمش چیه؟ نه تکلیفش چیه؟ اون اصفهانی میگه آقا اینجا اینجا حکومت ایرانیه. بله اون یکی. نه شما داری آخه جناب آقای دادیار، شما داری یه حکومت. من یه جمله بگم. اون اصفهانی یک ایرانی از ملیت فارس در فدرال بلوچستان. خب
اونجا یه حالت غریبی احساس میکنه دیگه، میگه اینجا حکومت بلوچاست، من اومدم اینجا مثلا انگار مثل خارجی ام اومدم یه جایی مثلا. باید بپذیره، یک اصفهانی باید بپذیره که ملیتی هم میهن داره به نام بلوچ و هست، بلوچستان هست. اون که نمیتونه بلوچستان رو پاک کنه، که بلوچستان هست، بلوچستان رو نمیخواد پاک بکنه، ولی نباید احساس غریبی هم بکنه تو کشور خودش، بگه مثلا انگار رفته خارج. من رفتم مثلا احساس غریبی. مگه الان که یه اصفهانی در بلوچستان هست، مگه اونجا بلوچستان نیست؟ الان ما که اصلا این زندگی ما که الان این سیستم رو قبول نداریم. ما داریم راجع به آینده، راجع به ایران هیچ فرقی نمیکنه. یعنی آینده و امروز فرقی نمیکنه. یه اصفهانی الان که بلوچستان فدرال نیست، یک اصفهانی در بلوچستان زندگی میکنه، میدونه که اینجا بلوچستانه و با بلوچ ها میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. اون رو هم همین جوره، اصفهانی در بلوچستان زندگی میکنه، چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که میگه اینجا حکومت بلوچاست، منم که بلوچ نیستم که، پس من اینجا غریبم. حکومت بلوچ ها نیست، حکومت بلوچستانه، نه بلوچ ها. یعنی کسی که یک اصفهانی هست در اونجا داره زندگی میکنه، در حکومت بلوچستان زندگی میکنه، نه در حکومت بلوچ ها. نخیر، اصلا هم چیزی نداریم. اونجا حکومت کردها نیست، حکومت کردستانه، کردستان ایران. اینها اشتباهاتی که دوستان فارس ما، البته بعضی از دوستان ما انجام میدن اینه. وقتی میگیم فدرال بلوچستان، خیال میکنم مال بلوچا. نخیر، اون حکومت بلوچستان ایران هست. یعنی هر کسی که در بلوچستان زندگی میکنه، این اشتباه رو نباید بگیریم، اینو باید اصلاح کنیم در ذهن هممیهنان خودمون. خب آخه ببینید الان این توضیحاتیه که شما دارید میدید، ولی من با خیلی از همفکرای شما صحبت کردم، اونا اینجوری چیز نمیکنن. خب اونها حتما توضیح نمیدن. اونا در زمینه فدرالیسم آگاهی ندارن. ببین طرف میاد میگه که آقا اینجا مثلا ایالت نمیدونم عربستان میشه، بعد ما مثلا عربا میخوام جا حکومت بکنیم. خب منده میام میگم آقا منده به عنوان یه فارس برم اونجا، بس یه خارجی میشم دیگه. خب حکومت عربی رو میخواد درست بکنم دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی اینو دارن میگن، نه اینکه من همینجوری بخوام ذهنی صحبت بکنم. این حرفی که دارن میزنن. ما در اهواز و آبادان نیروی ترکیبی داریم. نیروی ترکیبی یعنی یک بخشی شهرها هستند که عربها بیشتر زندگی میکنن، یه بخشی هستند که لرها و کردها و عرضم به حضورتون که بختیاری ها و اینها زندگی میکنن. اونجا 100% به 2 تا فدرال خواهد بود. یک فدرال قوم عرب ایرانی زندگی میکنن، یک بخشش فدرالشو مثلا لرها و بختیاری ها، مثل زابل و بلوچستان. مثلا سیستان ممکن 2 تا فدرال بشه، یک فدرال بلوچستان، یک فدرال سیستانه، تفاوت چندانی نداره. ما میگیم بخش انتخاب با مردمیه که در اون منطقه. بله دقیقاً. خب این نامگذاری ها این نامگذاری ها هم میره به مجلس مؤسسان. همینجوری نیست که یک لور بگه اینجا فقط مثلا فرض کنیم اهواز لرستانه یا اون بگه اهواز عربستانه. این نامگذاری ها رو با توافق هم انجام میدن. اینها مسائل بسیار جزئی است. خب خیلی خوب، بسیار خوب. پس الان من چیزی که متوجه میشم، نوع حکومتی که من میخوام با نوع حکومتی که شما میخوای یکیه. بله دقیقاً. همینو میخوام که در یک منطقه در ایران، خاش، زاهدان، نمیدونم خرم آباد، همه جا مردم خودشون همه کاره باشن و مردم تصمیم بگیرن. درود بر شما. ما اصلا جناب گلچینفر، ما اصلا حکومت بلوچی نمیدونم فدرال کردی فدرال فلان درست نمی کنیم. منظور ما فدرال شدن همه ایرانه. ما ممکنه در خراسان 5 تا فدرال داشته باشیم، ممکنه در اصفهان 3 تا فدرال داشته باشیم، ممکنه در گیلان و مازندران مثلا 4 تا فدرال داشته باشیم.
اینه که ما ایران را فدرال میخواهیم، نه فقط بلوچستان و کردستان را. پس مردم هر منطقه‌ای باید، یعنی ببینید بس من و شما الان در این مورد توافق داریم، مردم هر منطقه‌ای باید خودشون تو موضوعاتی که مربوط به منطقه تصمیم گیرنده نهایی باشن و حرف اول و آخر رو بزنن. خب حالا کاملا حالا اختلاف من و شما اینجا شروع میشه که ما چرا اسم اینو بذاریم فدرالیسم. خب این نامش فدرالی در جهان هست، ما که نمیتونیم نام مرسدس بنز رو عوض کنیم که. خب فدرالیسم، ببینید فدرالیسم ما که نمیتونیم نام اینترنت رو عوض کنیم که. خب من الان خدمت شما میگم، ببینید فدرال یعنی که یه سری جوامع پراکنده بودن، اومدن بعدن متحد شدن، رفتن زیر یه پرچم اسمشو گذاشتن فدرال. مثلا امریکا، مثلا آلمان. ما که بله. یه کشور متحد و کشور واحد داریم و حالا ما میخوایم که ما الان متوجه شدیم که این کشوری که داریم قدرت مرکزی مانع پیشرفت ما و مانع ترقی ما بوده، میخوایم از شرش راحت بشیم. خب چرا اسمش رو بزنیم فدرالیسم؟ بزنیم تمرکز زدایی لااقل. بله، یک بخش جهان همینجوری که شما میگید در کنفرانس وستفالی که توسط در جهان درست شد، در مغرب زمین درست شد، حدود 300 کشور در جنگ 30 ساله بین کلیسا که زیر دست کلیسا زندگی میکردن و در استعمار در واقع قدرت‌های بزرگتر بودن، اینا هنگامی که آزاد شدن از زیر پرچم کلیسا یه حکومت‌های محلی داشتن برای خودشون که از حکومت‌های بزرگتر در واقع خورده می‌شدن. اما همه فدرالی در روند تکامل خودش اینجوری نیست. بعدها فدرالی به عنوان یک شیوه اداری کشورها با قوانین جدید نوین در واقع به دست آوردن برای اداره کشورهای چند ملیتی. مثلا هندوستان خاک هیچ جا رو نگرفته که به هم بپیونده. همه این مردمی که در 500 تا حاکمیت فئودالی و سلطانی و مهاراجی بودن مال خاک هند بودن، از هیچ جا جدا نشده بودن. یا در روسیه مثلا یا در اسپانیا مثلا اینجوری نیست، ولی درسته برخی از کشورها اینجوری هم بودن که شما گفتید، ولی همه فدرال ها اینجوری نیست. فدرالی یه شیوه اداری نوینه که ما هم داشتیم در طول تاریخ. ما در زمان داریوش بزرگ داشتیم 31 ساتراپی داشتیم که هر کدومشون برای خودشون دولت محلی داشتن، اما یک دولت مرکزی بزرگ هم داشتن که ایشون شاه شاهان بوده. اما همین سیستم ما رو جهان برداشته، نو کرده، تکامل بخشیده. این اصلا ریشش در ما ایرانی هست. خب نمیشه یه اسم ایرانی هم براش پیدا کنیم؟ چرا؟ میشه توافق که ساتراپ ها گذاشتش. میشه در کنفرانس بزرگ مثلا کنگره ملی شاید به این توافق بکنن که ما همین نام ساتراپی میذاریم. شاید بشه، چرا که نه؟ پس شما اینو قبول دارید که در نهایت همه اینا رو مردم ایران، یعنی ملت ایران باید تصمیم بگیرن؟ بله دقیقاً، توسط احزابی که نمایندگی مردم ایران میکنن، نه در کوچه و خیابان. که ببینید آخه در جامعه که الان 100 سال دیکتاتوری و خفقان هستش، خب حزبم به اون خب نه، بعد از جمهوری اسلامی، از پیش که نمیشه. از پیش از جمهوری اسلامی اصلا هیچ نظامی انجام نمیشه. در نهایت شما اینو قبول داری که مردم ما تصمیم بگیرن دیگه؟ اینو قبول داری دیگه؟ بله دقیقاً، ولی هم اینو فقط باید روشن بکنیم که مردم به چه شیوه ای، با کدام شیوه مردم انتخاب میکنن. مردم در کوچه و خیابان دولت نمیسازن. به همین خاطر هست که مردم برای ساختن دولت احزاب درست میکنن، سازمانهای سیاسی درست میکنن. خب سازمانهای سیاسی رو هم که ببینید توی حکومتی که ما الان در ایران داریم که نمیشه درست کرد که، خب یعنی جلوشو میگیره دیگه، مانع میشه. از سال 32 به بعد دیگه واقعا حزب داشتن در ایران
چی میگن به اصطلاح میگن کار حضرت فیل بوده. خب مگه حزبی نه احزاب هستن، احزاب همیشه وقتی که 2 نفر رو اعدام میکردن 10 نفر دیگه بودن، 10 نفر اعدام کردن 100 نفر دیگه بودن، احزاب نمردن، احزاب هستن، نه سر من پاشون نمیگم هستن. مردم، من میگم با دشواری و مشکلات بسیار، یعنی احزابم توی یک شرایط خفقان و توی وضعیت اختناق نمیتونن که بازتاب دهنده همه صداها باشن، چون اصلا حکومت داره خفه میکنه همه رو. خب حالا خب یه سری ببینید احزاب بودن در که حاکمیت ملاها که ما نمیتونیم فدرالیسم بسازیم، در حاکمیت ملاها که ما نمیتونیم سیستم بسازیم. ملاها رو باید یک نیروی آلترناتیوی از احزاب و سیاسی و سازمان ها به وجود بیاد، این حاکمیت رو برداره و اون به جاش بنشینه، این موارد انجام میگیره. خب من ولی همین این احزاب هستن. آخه من فقط اصرارم بر اینه که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که هم من هم شما در یه موضوع توافق داریم، لااقل در این موضوع توافق کنیم که در صورت حق با مردمه، یعنی مردم باید تصمیم بگیرن. بله دقیقا، اصلا بدون انتخاب مردم چیزی برگزیده نمیشه. همین بسیار واقعا سپاسگزارم جناب آقای عزیز خواهش دادیار. میکنم، بسیار سپاسگزارم. من خیلی شنیدم که شما خیلی آدم مهربونی هستید و اجازه بدید که حالا به صورت افراد مختلف با شما صحبت بکنن و اینا. خیلی خیلی متشکرم از اینکه فرصت دادید. خواهش میکنم. من به عنوان یک بلوچ ایرانی افتخار میکنم که با شنوندگان شما وارد گفتگو شدیم. بلوچا که همیشه مهمون نواز بودن و آوازه بودن دیگه در این زمینه ها. تمام هستی آقای دادشاه؟ बागो बहारानी विचार केष्टो के शारानी विचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी विचार द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाही दारे संगरान मगोवती शी सरा गोकुच गोको हो जिरान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान मेरे इदाबी कोन्नता जुल्मे नाराज़ीन चोहतान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगन बलूची ब्रातिये तंजानी शूदें मातिये मापाकुएं आजातिये मापाकुएं आजातिये. دوستان هم که خب اکثرا شور مبارزه دارن، منتها این چیزی که من متوجه شدم
در روم‌های دیگه دوستان کمتر به دنبال اتحاد هستن بنا به دلایل خودشون و خب نظرشون هست، هرچند من مطمئنم که انقلاب از اتحاد میگذره و حالا نظر دوستان این بوده. امیدواریم تو کارشون موفق باشن. آقای عزیز صدای خودتو شنیدی؟ رفتید آقای عزیز؟ بله بله بله. اون گفتگو با خودتون رو شنیدید؟ آره آره یه کاری کردیم که اگه دیگه نباشیدم صداتون باشه لاخ. آقای یاسر شما 24 ساعته فکر کنم هستی. من جناب گلچینفر چندین سال هست که به قول معروف عزلت و گوشه‌نشینی در پیش گرفتم بنا به دلایل شخصی، اما حالا نه اینکه کلا بیکار باشم و بعد به قول معروف فعالیت اقتصادی نداشته باشم، نه. اما آره یه مقدار به قول معروف که کنج عزلت گرفتیم و تنهاییامون رو داریم با کلاب هاوس جبران میکنیم و حالا نمیدونم به قول معروف نقص از ما هست یا نقص از این جامعه هست که ما رو پس زده. امیدوارم که اولی باشه و فعلا روزگار میگذرونیم. بعد احساس میکنم که تو کلاب آدمای همدل بیشتر پیدا میشن و خب همدلی همیشه از همزبانی بهتره و خب احساس میکنم که مطابق خواسته های خودم به قول معروف خیلی دلی دارم زندگی میکنم و از این سبک زندگی تا الان بدم نیومده. حالا در آینده چه شود خدا داند. البته بگم به نظر من کلاب هاست سمپل جامعه نیست، یعنی نمونه رندوم از جامعه نیست. میدونی بیشتر روما هم حالت چیز شدن، محفل شدن بیش از اینکه به اصطلاح روم عمومی باشن. میدونی یعنی به نظرم میاد که تو کلاب هاوس هم اینجوری شده که یه عده خودشون با خودشون دارن حرف میزنن داخل کلاب هاوس. یقینا عادت هم دارن میکنن به هم دیگه. یعنی یه حالت اینطوریه این برداشتی که من از کلاب هاوس دارم. یقینا فرمایش شما درسته، منتها در این که کلاب هاوس به قول معروف آینه ای از جامعه نیست قبول دارم. ترکیب افراد موجود در کلاب هاوس با درصد جمعیتی جامعه واقعی فرق میکنه. اما خب باز احساس میکنم که اولا کلاب هاوس
حالت یک برنامه رادیویی داره یا یک نمایش رادیویی داره که خودت هم در اون به صورت آنلاین میتونی نقش ایفا کنی و به هر حال تو کلاب هاوس احساس میکنم که بیشتر آدم میتونه حرف حسابی بشنوه. من برداشتم الان اینه. یعنی مثلا من بخوام بگم الان مثلا همین وظیفه شناس هر روز داره اتاق میذاره، خب اتاقش مثلا نوشته اونجا نمیدونم الان اصلا این لحظه زده 679 نفر تو اتاقن، خب ولی ما همیشه 4 نفر بیشتر رو استیج نمیبینیم، یعنی همین یکی خودشه و یه سری اصلا چهره هایی که به قول معروف مشخص هم است که اینا وابسته به یک تفکر خاص و وابسته مثلا به یه جریان خاصی هستن و همیشه همونا صحبت میکنن. ما هم میدونم که بقیه مثلا پایینن و گوش میکنن. حالا تک و توک ممکنه مثلا کسی بیاده میبینه هی هم به هم دیگه نون قرض میدن، نمیدونم آقای فلانی این حرف اون رو تایید میکنه، نمیدونم این امروز میشه پلیس خوب با اون پلیس بده دعوا میکنه، فردا جاشون رو عوض میکنه. و حالا من اتاق ایشون رو مثال زدم چون خیلی الان میبینم که مدتی به شدت فعال شده. بعد سایر اتاقا هم که میبینم همینه، یعنی چیز نیست. واقعا اینو من نمونه ای از جامعه نمیبینم که مثلا بگیم الان اون چی که اینجا داره تو مثلا تو کلاب هاوس بیشتر، یعنی برعکس شده، یعنی بیشتر اون چی که الان تو کلاب هاوس گفته میشه اون چیزیه که داره از اتاق جنگ روانی سپاه میاد بیرون. یعنی اینجوری احساس میکنن که یعنی اینو سمپلی از اون عملیات جنگ روانی سپاه میدونم کلاب هاوس، تا اینکه مثلا یه سمپلی از گفتگوهای واقعی که در بطن جامعه داره با مردم انجام میشه. به این خاطر حالا دارم میگم که یعنی چون شما میگی که رفتم تو عزلت، یعنی اومدی یه جایی که خود اینجا هم باز در واقع یه نوع گوشه‌گیری از جامعه است. یعنی اگر آدم به طرق دیگه با جامعه ارتباط نداشته باشه، بخواد فقط ارتباطش از طریق کلاب هاوس باشه، اساسا ارتباطش هم با واقعیت حالا نمیگم قطع میشه ولی بسیار کمرنگ میشه. یعنی اینم باید توجه بکنید. هر شما رو قبول دارم در این که بعضی افراد محیط کلاب هاوس رو فضایی قرار دادن که برای اینکه اون نمیدونم عقده یا روحیه سخنرانی و مونولوگ کردن خودشون رو ارضا کنند شکی نیست. منتها خب برمیگرده به این که آدم خودش میتونه در بین روم‌های مختلف انتخاب کنه و سعی کنه بره تو روم‌هایی که به قول معروف بتونه 4 تا چیز یاد بگیره. هرچند من وارد روم‌هایی که درگیر روزمرگی ها اینها هستم میشم، یعنی لزوما وارد روم‌های سیاسی یا فلسفی یا علمی یا اینا نمیشم، نه وارد روم‌های عادی که گپ و گفت و خند و اینا هست هم میشم. منتها خب میدونم وقتی وارد این روم میشم قرار 4 تا چیز یاد بگیرم و این بیشتر به قول معروف منو راضی میکنه.
دوستان حاضر در استیج اگه سخنی ندارید من یه فایل صوتی بذارم. آره ببخشید حاج جواد، من سرم شلوغه برای همین و اینجا روز ما سر کار اینا هستیم و بذار من یه فایل صوتی بذارم. دارم عرض میکنم خدمتتون یه بار و فقط یه بار درست عمل بکنید. احتیاجی نیست 700 بار غلط عمل بکنید و 700 بار هزینه بدید و کشته بدید و زندانی بدید و کهریزک درست بکنن و چکار بکنن. یه بار تمرکز پیدا بکنید، یه بار آموزش ها رو ببینید، آموزش ها رو پخش بکنید، با دیگران در میون بذارید و بگید آقا ما میریم برای اینکه کار رو اونگونه که باید تموم بکنیم. ما میریم که این بار قضیه رو به یه جایی برسونیم که جواب بده. ببینید تمام برای اینکه در مقوله دشمن شناسی خدمتتون عرض بکنم، ببینید دشمنان شما در لباس دوست میان جلو. ببینید اینجا یه جمعی از دشمنانتون هستن. این آقا رضا پهلویه، اون خانم اسرائیلیشه، این خانم مهناز افشاره و با کسانی که سپاه پاسداران مثل این پاسدار فرخی نژاد و غیر و ذالک اعزام کرده اومدن. این آقای فرخ نژاد برای چه از ایران فرار کرد؟ برای اینکه با فردی به اسم محمد امامی که از عناصر اطلاعاتی هستش دستشون رو شد در ماجرای اختلاس صندوق فرهنگیان بانک سرمایه. اینجا داره در خبر چک نویس داره میگه. ببینید اختلاسکار و حقه‌باز و شالاتان و پاسدار و نمیدونم اسرائیلی و اینها میان میشینن با آقا رضا اسرائیلی، آقا رضا اورشلیمی اینجا جلسه دارن، دل و قلبه میسونن، نقشه میکشن برای اینکه ببینن دفعه بعد چیکار میخواید بکنید، چه جوری میخواید بیاید. دستور از موساد بیاد که آقا برید جنبش رو بزنید زمین، برای موج دوم وارد عمل میشن. شوخی هم ندارن. یه انتقام تاریخیه که میخوان از ملت ایران بگیرن. ملت ایران رو به عنوان ملت نمک نشناس بدبخت مفلوک اسلام زده عقب افتاده متحجر میبینن، میگن باید دمار از روزگارش در بیاد. همانقدر که پول مولا رو ما بگیریم بخوریم بریم توی سواحل مختلف بشینیم با مایو عکس بگیریم با هوریا و غیر و ذالک و اینا براتون چیز بکنیم و همین بستتونه. جنبش و آزادی و اینها پیشکش. یکی از انگشتان دستشون نشون میدن میگن اینا برای اون. اینا رو شما میدونستید در 1401 که اومدید وسط خیابون میدونستید که رضا پهلوی میتونه دشمنتون باشه؟ میدونستید که ایران اینترنشنال وابسته به سازمان به قول معروف میز اطلاعات ایران در سازمان اطلاعات موساد هستش؟ میدونستید من و تو وابسته به فرقه بهاییت هستش؟ میدونستید که سایتی به اسم کوچه داره از خود تحریریه ایران اینترنشنال اسرائیلی درست میشه و میاد بیرون؟ میدونستید که این داستان شورا پورا را انداختن و اینها با پولی که پشت پرده موساد خرج کرده داره انجام میشه؟ اینا رو میدونستید؟ نه نمیدونستید دیگه. اگه میدونستید که اینجوری نمیشد. حالا سوال من اینه که آیا این سری دوم که میخواید بیاید دوباره را بیفته، این بار چه کلکی میخوان بهتون بزنن؟ این بار چه حقه‌ای میخوان سوار بکنن؟ این بار کیو میخوان بیار؟ دوباره رضا اورشلیمی کجا میخواد بیادش؟ چی کار میخواد بکنه؟ ایران اینترنشنال چی میخواد؟ چه فیلی میخواد هوا بکنه براتون؟ دوباره جوانان محلات نمیدونم خر و سگ و گربه از کجا میخوان براتون درست بکنه؟ و چرا شما فریب میخورید عزیزان؟ برای اینکه خرد جمعی کار نمیکنه. خرد جمعی یعنی وقتی جمع‌های چند نفره دارید اخبار، گزارش‌ها، اطلاعات، مطالب، رسانه‌ها، آدم‌ها رو میکشید زیر منگنه، به قول معروف بررسی میکنید، میگید این داره چیکار میکنه، این داره چیکار میکنه، این هدفش چیه، این چرا اختلاف داره میندازه، این چرا گفته جوانان محلات تهران، چرا گفته برید خونه و غیر و ذالک. اینا رو در میارن. خرد جمعی، کار جمعی، تیم 4 نفره 6 نفره اینا رو در میاره. ولی وقتی تکی همینجوری خونه نشستیم، خیلی هم دوست داریم یه کاری بکنیم ولی نمیدونیم که آخه چی میشه. ما نمیدونیم این الان داره چی میگه، او چی میگه. آخه ایران اینترنشنال میگه من و تو اینجوری گفته. الان اطلاعیه اومده برید خونه هاتون 7-8 روز دیگه قراره که شم پشت پنجره ها روشن. همینجوری آشفتگی به وجود میارن. هماهنگی دقیق بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل و سازمان اطلاعاتی سپاه
میان میزنن کمر جنبشتون رو میشکنن. میخوای دوباره اتفاق بیفته؟ حالا متوجه بشید، ببینید رسانه‌ای مثل دیدگاه داره سعی میکنه اطلاع رسانی بکنه، سعی میکنه آموزش بده، سعی میکنه آگاهی‌ها رو ببره بالا. هزاران هموطن در خارج از کشور هستن که لهله میزنن برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه. این هزاران هموطن خارج از کشور میتونن بیان رسانه‌های مثل دیدگاه و رسانه‌های مثل ما رو تقویت بکنن، بگن آقا شما روی ماهواره‌ای بیا این کمک مالی ببر رو 2 تا ماهواره، ببر رو 3 تا ماهواره، ببر رو 4 تا ماهواره. ایران اینترنشنال روی 8 تا ماهواره میچرخه، رو 8 تا ماهواره برنامه پخش میکنه. علاوه بر اون رادیوی موج کوتاه داره. پول دارن دیگه، پولا رو اسرائیلیای مقیم مرکز، مقیم ایران میفرستن به اسرائیل، اسرائیل هم میده به موساد، موساد هم خرج میکنه برای اینجور کارها. از خودتون در میارن برای اینکه حساب خودتون رو برسن. دیدگاه باید چیکار بکنه؟ دیدگاه باید روی یه دونه ماهواره باشه، اونم با 1001 سختی و غیر وزاری. ببینید بدیهیه که اگر این مطالب به گوش صدها هزار نفر دیگه هم برسه حواسا جمع‌تر میشه، ولی ما که نمیتونیم معجزه بکنیم. ما که نمیتونیم خودمون رو بریم به یه دولتی، به یه مرکزی بفروشیم بگیم ما آینده ایران رو در اختیار شما میذاریم. رضا پهلوی دید هر جا میره میگه شرکت‌های اسرائیلی باید بیان سرمایه گذاری کنن. رفته خودشو فروخته به اسرائیل، اسرائیل داره بهش پول میده، میاد برای آینده اسرائیل در ایران داره چونه میزنه. ما هم میخوایم این کارو بکنیم، بریم خودمون رو به یه دولتی بفروشیم که آقا پول بده ما 6 تا ماهواره بریم بگیم بریم بزنیم رژیم چیز بکنیم قدرت بگیریم، بعد شرکت‌های شما بیاد اینجا کار بکنه. ما نمی‌کنیم همچین کاری. ولی میخوام این رو بگم، ببینید عزیزان، شما در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید ملتی خواسته باشه در اسارت نباشه و بتونن در اسارت نگرش دارن. همچین چیزی رو ما نداریم، در هیچ جای تاریخ نداریم. بگردید اگر پیدا کردید یه نمونه به ما بدید. تمام ملت هایی که خواستن آزاد شدن، تمام ملت هایی که نخواستن هرگز آزاد نشدن. پس ببینید راز قضیه در این نیستش که آمریکا چی میخواد، اسرائیل چی میخواد، خر چی میخواد، سگ چی میخواد، گاو چی میخوادش. داستان اینه که ما چی میخوایم، ما ایرانی ها چی میخوایم. چقدرمون جدی هستیم که بیایم در احزاب مختلف کار بکنیم. چند هزار ایرانی، چند صد هزار ایرانی رفتن به احزاب سیاسی بپیوندن و کار بکنن. 0.1% ایرانی ها. خود داره پیام میده دیگه. ایرانی خارج از کشوری که نمیاد به این احزاب بپیونده، ایرانی خارج از کشوری که خیلی عذر میخوام خرپوله، پول داره، حسابی هم داره، ولی حاضر نیست در اختیار مبارزه قرار بده، داره چه پیامی میده؟ میگه آقا من نمیخوام آزاد بشم، من نمیخوام به عنوان ملت آزاد، من نمیخوام به عنوان عضوی از یک ملت آزاد باشم. دوست دارم یه جوری بشه ولی نمیدونم چه جوریه. یه جوری اگر یه جوری بشه، یه جوری خوب میشه، مثلا اینجوری برخورد میکنه. بنابراین من دارم به شما عزیزان داخل کشور میگم، شمایی که رژیم جمهوری اسلامی جهنم رو براتون فراهم کرده و به معنی واقعی کلمه این جهنم حالا داره عمل میکنه و خبرهای بسیار بسیار بدی در انتظار هموطنانمون هستش که من در بخشای بعدی خواهم پرداخت بهش، ولی میخوام این رو بگم حواستون رو جمع بکنید عزیزان. آزادی ما در گروه اراده ماست، به همین ترتیب که اسارت ما در گروه اراده ماست. همش اراده بکنید میتونید در همین اسارت بمونید و به عنوان کرم زیر پای آخوند بلولید و بمیرید. اما اگر هم اراده بکنید میتونید آخوند رو زیر پاتون له بکنید و به عنوان انسان آزاد در یک کشور پیشرفته دموکراتیک زندگی کنید. انتخابش با خودتونه. کسی نمیاد پس گردن شما بزنه که شما رو آزاد بکنه یا شما رو در اسارت نگه داره. همش بستگی به خودتون داره، به اراده خودتون، به اراده شما یه انسان ایرانی بستگی داره. باید تصمیم بگیرید. ما باشید بینم برای مروری بر فاجعه‌ای که در کشور داره میره و لازمه که شما عزیزان بدونید، مستقیم بریم سراغ این خبر که میگه 65% ساکنان کشور در فقر آبی.
و عنوان میکنه که بحران آب در ایران به راحتی قابل جبران نیست. میدونید چه پیامی داره میده عزیزان؟ داره این پیام رو میده رئیس فدراسیون آب ایران که برخلاف تصوری که هستش که بالاخره ما یه جوری از پس این مشکل آب برمیایم، این آقا کارش اینه ها، رئیس فدراسیون آب ایران داره میگه برخلاف باورهای رایج فعلی کمبود آب کشور به راحتی قابل جبران نیست و اگر تمام پروژه های شیرینسازی آب به بهره برداری برسن که حتی یه دونه اونها هم هنوز به بهره برداری نرسیده، حجم آب تولید شده کمتر از مصرف کشور است. این میدونید به چه دردی میخوره؟ این به درد این میخوره که ببینید که زمانی که تصور میکنید با نشستن در خونه میتونید جون سالم به در ببرید، و یا مثلا میگم یه خبری اومده بودش که آره این کنکوریا همه از الان هنوز وارد دانشگاه نشده به فکر اینن که از ایران بزنن بیرون و خانواده هاشون هم حمایتشون میکنن که آره باریکلا بزن بیرون، برو فلانجا و نمیدونم میری پسرم خوشبخت میشی چی میشی و غیره و ذالک و اینها. نگاه بکنید این وضعیت جواناییه که خواستن از ایران بزنن بیرون در ترکیه. ملاحظه بکنید 10 مهاجر ایرانی، ترک، افغان، کجایی تو این گرمای وحشتناک انداختنشون توی سالن ورزشی بدون هیچ گونه امکانات تعبیه مطبوع و در گرما اینجا زیر نظر پلیس هستن تا اونا رو به کشورهاشون بازگردونن. این هم موقعیتیه که تصویریه که اومده میگه بازداشت 10 شهروند ایرانی توسط پلیس ترکیه. اینا کسایی هستن که رفته بودن ترکیه که برن به قول خودشون اروپا، منتها نمیدونن که پشت پرده اتحادیه اروپا با ترکیه قرارداد بسته و یکی از شروط ورود ترکیه به اتحادیه اروپا و پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا اینه که داستان مهاجرت در ترکیه رو باید حل و فصل بکنه. حالا در نظر بگیرید چند صد هزار ایرانی رو چجوری نوبت بریزن بیرون. اینا رفتن گیر انداختن، 150 نفرن که از طریق به اصطلاح میگه شهروندان کرد اهل پاوه کرمانشاه هستن که در میان آنان زنان و کودکان نیز دیده میشن. ببینید جایی در کره زمین وجود نداره اگر فکر میکنید که میتونید فرار بکنید. 0.1% ایرانی ها هم نمیتونن جا پیدا بکنن مگر اینکه میلیاردر دلاری باشید، میلیونر دلاری باشید، نمیدونم با میلیون برای خودتون یه ویزای چیزی فراهم میکنید. 99% مردم ایران محکومن که به همون جایی که هستن بمونن، با بیابی، با گرسنگی، با فقر، با فرونشست زمین و غیره، تا موقعی که برید سراغ رژیم کثافت جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی و حسابشو برسید و کشورتون بیفته دست کسانی که شروع میکنن از قطره قطره آب، از ریال به ریال پول درآمد دولت به نفع شما استفاده کردن. پس ببینید انتخاب دیگه انتخاب مبهم و حدودی و غیر و ذالک و اینا نیست، انتخاب خیلی روشنه. و یادتون باشه ملت‌هایی مثل ملت ایران هرگز و هرگز در شرایطی که خیلی ریلکسه و حالش خوبه و آب داره و نون داره و همه چی داره انتخاب نمی‌کنن. برای اینکه انتخاب حاصل یه فرایند فکریه که نیاز به پختگی فکری داره، نیاز به ثبات داره، نیاز به قدرت تجزیه تحلیل داره، نیاز به دوربینی داره، دورنگری داره، نیاز به انتزاع داره، مسائل رو در ورای این چیزی که جلوی چشم هستش دیدن. هیچ کدوم از اینا رو انسان ایرانی از بچگی در مدرسه، در دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه و غیره یاد نمیگیره. بنابراین هیچ کدوممون اینا رو بلد نیستیم. خیالتون راحت. ما موجوداتی هستیم که فقط و فقط در طول تاریخ هم نشون دادیم فقط و فقط بر اساس جبر زمانه وارد فازهای انتخابگری میشه. اینو خیلی از کسانی هم که اومدن در ایران و با ملت ایران آشنا شدن، خارجی ها، نمیدونم سیاحان، گردشگران، سفرا، عرض کنم کسانی که اهل مطالعه و غیر و ذالک هستن، همین رو گفتن.
گفتن آقا یه ملتیه میبینی سالها در خاک و خون میچرخه، گرسنه، مریض، بدبخت، بیچاره و اینها، تا اینکه دیگه حق انتخاب اونجا دیگه میاد یه کاری میکنه. شما برید ببینید انقلاب مشروطیت رو نگاه بکنید، جز فقر فاقه‌ای که در دوره قاجار، در اواخر دوره قاجار دیگه اینجوری شده بود، مملکت به نوعی از دست رفته بود، نه نون پیدا میشد، مریضی اومده بود، بیماری های واگیردار، گرونی، تورم، میچاپیدن و میبردن و اینها، دیگه مردم به جونشون به لب رسیده بود. اومدن یه حرکتی انجام دادن، اونم دیدید نصف و نیمه به جایی نرسید، رضاخان اومد زد زیر همه چی. باز دوباره میبینید ثبت میکنن، انگلیس داره میچاپه، میبره، غارت میکنه و غیر و ذالک و اینا. مصدق میاد میگه بابا این نفت ما میتونیم کنیم، میان پشت مصدق میرن نفت ملی میشه. انقلاب سال 57 نگاه بکنید ببینید انقلاب و کسانی که شکمشون پر بود انجام ندادن این عقب افتاده هایی که از تلویزیون فرقه بهاییت من و تو خوراک گرفتن به عنوان اینکه آقا تونل زمان رو نگاه بکن ببین چقدر اوضاع خوب بوده، همه سیر بودن، همه عالی بودن. مردی که مگه احد و ناسی از اون دوران زنده نمونده که تو داری اینجوری بیشرمانه دروغ میگی؟ انقلاب ایران عزیزان، چیزی که اسرائیل برامون درست کردش به عنوان انقلاب ایران، ثمره وجود لایه‌های محروم جامعه در 3 ماه فقط. شما 22 بهمن رو بگیرید عقب، 22 بهمن دی و میرسید به آذر. از اواخر آبان به واسطه یه سری حقه‌بازی ها و شالاتان بازی هایی که خمینی را میندازه دار دستش دیگه، میگن خونه مجانی بهتون میدیم، زمین ها مال شما، آب و برق مجانی میدیم، آی مستضعفی. اینا میگن ما که اینجا توی گودیم، ما که بدبختیم، ما که بیچاریم. منی که به عنوان جامعه شناس رفتم کار کردم روی این موضوع و میدونم اینا در مناطقی مثل منطقه خاک سفید، جایی که ازش به عنوان گود عرب ها نام میبردن، چه جهنمی بوده. من میدونم که وقتی ندایی اومدش که میتونید از این وضعیت نجات پیدا کنید، اومدن 3 ماهه کارو تموم کرد. اینایی که میگن شکمشون سیر بوده، اینا دنبال انقلاب نبودن که، دنبال آزادی سیاسی، مطبوعات، سینما، تئاتر، داستان، کتاب، سانسور، اینا برداشته بشه. مثلا طبقه متوسطی که میگن شکمش پر بود، اون که انقلاب نمیخواست بکنه، همینجوری هی ادامه داشت. دار دسته موسادیا توی نوفل و شاتو تو تل-آویو مونده بودن که چیکار بکنیم، ما می‌خواستیم انقلاب را بندازیم و اینها، یه جوری خاخام خمینی بیادش، ولی کار پیش نمیره. شما تصور بکنید طبق اسناد مدارکی که وجود داره، در اواخر دی 1357 شما تصور بکنید خمینی 12 بهمن 1157 وارد تهران شد. در اواخر دی ماه 1357 دور و بریای خمینی دارن با دولت فرانسه مذاکره میکنن که ببینن کجا براش میتونن ویزا بگیرن و چیز بکنن، یعنی نمیدونستن چی میخواد بشه، تا اینکه با ورود این گداگشنه ها به قله برخی، ولی من دارم میگم لایه های محرومی که جونشون به لب رسیده بودش در حاشیه های شهرهای بزرگ از جمله تهران، اینا اومدن و در عرض 2 ماه 3 ماه کل ارتش شاهنشاهی و گارد جاویدان و نیروی انتظامی و پلیس و همه رو جارو کردن، تموم شد. 22 بهمن تموم شد. ببینید ما همیشه اینجوری هستیم عزیزان. نگاه بکنید بعد از انقلاب هم همینه. تمام حرکت ها میبینید حرکت های بر اساس نو چویس، اینجا بهش میگن نا انتخاب هستش. وقتی دیگه حق انتخاب برامون نمیمونه، اون موقع وارد صحنه میشه. این بار هم همینه. این بار هم خیالتون راحت باشه که جز 1% ها هیچ بخشی از ملت ایران نیستش که بر اساس انتخاب و آگاهی و اراده خودش بخواد وارد صحنه بشه. اگر وارد صحنه بشه چون گرسنه است، چون بدبخته، چون فقیره، چون اجاره خونه نداره، چون آب نداره، چون برق. اینو بهش میگن انقلاب اسیدهای معده، انقلاب گرسنگان، شورش پا برهنگان. و این عزیزان در راه و میاد
و خواهید دید که رژیم رو هم جارو خواهد کرد، اما یه شرط داره. شرطش اینه که شما 1% که این بحثا رو میفهمید خودتون رو از حالا آماده بکنید برای اینکه این جمع گرسنگان و بدبختا و بیچاره‌ها و گرفتارها و عصبی‌ها و خشمگین‌هایی که میخوان بیان رو چیکار بکنید؟ هدایت کنید، چون خودشون نمیدونن چیکار باید بکنن. مثل حرکت‌های قبلی که نمیدونستن چیکار باید بکنن، گول خوردن، فریب خوردن، شکست خوردن، گلوله خوردن، این بار هم همین میشه. شورشی ها میان، گرسنه ها میان، ناراضی ها میان، ولی نمیدونن باید چیکار بکنن. شما ولی میدونید، شما ولی آگاهید که چیکار باید کرد. شمایی که این برنامه ها رو دنبال میکنید و در حدی که هستید، اگه 1 نفرید یا 1,000,000 نفرید نمیدونم، ولی هر چی که هستید یادتون باشه شما راه قضیه رو میشناسید، بلدید. همونطوری که دیروز ما برنامه تولید کردیم از سری برنامه‌های 1 گام تا پیروزی، موج دوم جنبش، بخش 4م، و در اون این متنی رو که دیروز انتشار یافته اومدیم و باز کردیم. اصول راهبردی نقشه راه، اصول اصلی و بنیادین استراتژی که ما لازم داریم برای از حالا تا استقرار دولت دموکراتیک در ایران. اینا رو برای شما عزیزان در این جزوه و در اون برنامه بیش از 1 ساعت من توضیح دادم، باز کردم که دقیقاً بدونید چجوری گام به گام، قدم به قدم قراره بریم به پای آماده سازی، انجام حرکت و مدیریت کشور بعد از حرکت سرنگون. لذا اون چیزی که لازمه این بار برای ایجاد یک سرنوشت متفاوت، برای شکل بخشیدن به یک آینده متفاوت، برای این موج دوم جنبش مهسا که قرار راه بیفته، اون چیزی رو که لازمه بدونید ما داریم میگیم. حالا به گوش چقدر میرسه نمیدونیم، ولی شما اگر بخواید میتونید اینو به گوش خیلی ها برسونید. میتونید این برنامه ها رو ضبط کنید، پخش کنید، میتونید تلویزیون دیدگاه رو معرفی بکنید، میتونید این جزوه رو به طور مثال چاپ بکنید، پخش بکنید. خیلی کارا میتونید بکنید. ببینید یه عده از عزیزانمون این کارو دارن میکنن. ببینید با دست خالی، با نوشته های دست نویس دارن حتی این کار رو میکنن. دونه به دونه مطالبی رو که لازم کنشگران بدونن مینویسن، در قالب‌های مناسب میبرن پخش میکنن. شما هم میتونید این کار رو بکنید. شما هم اگر اراده بکنید، به شرط که یک به قول معروف جمع کوچک باشید، میتونید چیکار بکنید؟ اینو انجام بدید. ببینید پیام ها کاملا روشن. رژیمی که کاسه گدایی به دستمان داده باید برود. 25 شهریور آماده و مجهز باشیم. مجهز، مسلح، وسیله برای خودتون فراهم بکنید برای دفاع از خودتون. تلویزیون دیدگاه رو معرفی میکنه، روی ماهواره یاست وبسایتش رو معرفی میکنه. ایده حزب ایران آباد برای ساختن یک جامعه‌ای که شایسته نام انسان باشه در ایران، جامعه انسانی در ایران، اینا رو داره معرفی میکنه. انسان اینجوری بچه‌ها دارن کار میکنن، این گونه دارن آگاهی رسانی میکنن. شما هم بکنید، شما هم همت بکنید و همین کار بکنید. 2 3 4 نفر با هم جمع بشید، این مطالب رو، چکیده این مطالب رو، ایده های اصلی این مطالب رو که عنوان میکنیم خدمت شما، اینا رو بگیرید و برید و تبدیلش کنید به یه حرکت موفق. ببینید همین کمپین ننویسی که ما راه انداختیم یادتون هست، قشنگ رفت و خورد به پیشونی نظام جمهوری اسلامی که کثافت ما رفراندوم میکنیم روی دیوارها و در این رفراندوم خودمون داریم به تو نه میگیم. کار رسید به تمام رسانه ها، یادتون هستش، حتی رسانه محافظه کار بی همه کس BBC هم این رو انعکاس داد که مبادا یه موقعی عقب بیفته از جریان. اینقدر که انعکاس. پس ببینید قدرت شما یه قدرتیه که میتونم به خدمتتون عرض بکنم بی نهایت، هیچ نهایت و حدی برای قدرت شما وجود نداره. نه فقط رژیم جمهوری اسلامی رو میتونید سرنگون بکنید، 10 بار میتونید سرنگون بکنید. اینقدر قدرت در وجود شما مردم هست. یادتونه یه جمله معروفی میگفتن ما به اصطلاح پیروزیم چون حق با ماست.
خب یه مقداری مبهم بود حق با ماست یعنی چی، ولی این رو من اینجوری میتونم خدمتتون باز فرموله بکنم، باز نویسی بکنم. ما پیروزیم چون قدرت ما بی نهایت است. ما پیروزیم چون بی نهایتیم. در مقابل یه مشت لواطکار پدر سوخته دزد آدم کش ببینید شما چقدرید، ببینید چند میلیونید، ببینید چند ده میلیونید، ببینید چجوری میتونید مثل سیل جارو بکنید رژیم رو اگر بخواید، اگر از روش درستش استفاده بکنید. بنابراین عزیزان، شکست جمهوری اسلامی یه شکست حتمیه، ولی مثل به قول معروف داستان این که مونتسکیو میگه یه رژیم فاسد در و داغون ورشکسته برای اینکه بره فقط نباید ورشکسته و در و داغون باشه، باید یه نیروی بیاد اینو بزنه بره کنار. ببینید الان جمهوری اسلامی توی این موقعیته، کارش تمومه، نه پول داره، نه به قول معروف ثروتی، نه درآمدی، نه آینده‌ای، هیچی نداره به معنی واقعی کلمه. الان کارش رسیده به جایی که اختلاف در درون نیروهای نظامی و امنیتیش را افتاده، به خاطر اینکه گرسنه‌اند و به خاطر اینکه مجبورن با مردم گرسنه برخورد بکنن. سردار رادان اومده گفته آقا در همین 1402 تا الان 40 تا از مامورای ما رو زدن کشتن. دیدید این ویدئویی که داره پخش میشه همه جا، یه نفر یه جوونی اسلحه در میاره، 2 تا مامور نیروی انتظامی رو تو خیابون داره میکشه. این نیروی انتظامی که اومده به قول خودش یه نونی از این قبل به دست بیاره، حالا میبینه که جامعه فقیر و گرسنه و از هم پاشیده داره میشه، همه دارن مسلح میشن. یعنی اخبار و گزارش هایی که نیروی انتظامی داره این ور اون ور انتشار میده، اومده اعلام کرده به طور علنی ها در وبسایت رسمی خودش و نمیدونم کانال تلگرامی رسمی خودش، نیروی انتظامی اعلام کرده جوانان به دنبال سلاح نروند، بده، خطرناک. ببینید چه خبره، چه جوری جامعه رفته تو این مود، رفته تو این حس که آقا من برای تصفیه حساب با اینا، من برای راحت شدن از شر اینا به اسلحه احتیاج دارم و باید اسلحه برای خودم فراهم بکنم و دارم فراهم میکنم. به طور گسترده خبرها شما دارید. یک نظام سر تا پا فاسد که سقوطش فقط نیازمند یه ضربه محکم. به این خبر نگاه بکنید، همایش گذاشتن تحت عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اومده اعتراف کرده در این همایش که شبکه هایی وجود دارن در ایران که زور وزارت اطلاعات هم با آنها نمیرسند. ببینید اینا به کجا باید وصل باشن. یعنی دومشون اگر به تل‌آویو وصل نباشه که بیت رهبری میدونه اگر برخلاف ارادش تکون بخوره بیت رهبری میره هوا، مثل ماجرای 7 تیر، هر کسی که مزاحم باشه رو از سر راه برمیدارن. برای همینه که خامنه ای 30 و چند ساله که در این پست و مقام هست، کاملا آگاهی که اسرائیل داره با ایران چیکار میکنه، ولی چرا هیچ کاری نکرده؟ برای اینکه میدونسته کمترین مخالفت به خرج بده همون حسین طاهب بمبو میبره میذاره زیر بساطشو میفرسته شب. به خاطر همینم شلناموس گفته آقا بذار من خودم و بساط لواتمو با سعید طوسی و بچه بازیمو حفظ بکنم، مملکت بگه چه اهمیت داره، گور بابای مملکت، ما ایرانی هستیم که حالا بخواید دلمون برای ایران بسوزه. این شکلی عزیزان. ببینید مملکتتون افتاده دست کی که وزارت اطلاعات میگه نه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نمیدونیم از کجا داره. خاوری یهو 3 میلیارد برمی‌داره میره تل‌آویو، 11 تا شرکت میزنه برای صنایع تسلیحاتی اسرائیل، پسراش اونجا کار بکنن. این گونه عزیزان میخوام یه نکته اساسی و مهم رو خدمتتون در پایان بگم. ببینید اینها برای اینکه بدونن آیا باید کار ایران رو کی تموم بکنن، فقط منتظر درجه بیهوشی شما هستن، ببینن چقدر خودتون رو به بیهوشی و منگ بودن و مدهوش بودن و خواب بودن میزنید. اگر اطمینان پیدا بکنن که نه بابا این ملت بیدار بشو نیست،
چنان آتیشی به کشورتون میزنن که هست و نیستتون رو بسوزن. پس حواستون رو جمع بکنید، از خودتون علائم بیداری نشون بدید، از خودتون علائم هوشیاری نشون بدید. نگذارید که اینا باور بکنن که کارتون تمومه و کارتون رو به طور عملی تموم بکنن. یادتونه گفتم میرن به سر یه نیرویی که خودش رو زده به خواب یا خوابش برده، فرق نمیکنه. وقتی میخوان سرش رو ببرن سرش رو میبرن. مهم اینه که بلند شی از خودت دفاع بکنی که سرت بریده نشه. ولی چه تفاوت داره که خوابت برده واقعا یا اینکه خودت رو زدی به خواب؟ به هر حال میاد میبره سرت و میره پی کارت. اینجاست که باید بدونید اهمیت ارائه این مطالب برای بیدارسازی، برای هوشیارسازی چقدر بالاسازی. اینجاست که باید همت بکنید، بیکار نشینید، 1 ساعت وقت رو هم از دست ندید. برای اینکه موج دوم که شروع بشه ما کار زیاد داریم. در بخش آخر برنامه میخوام یکی از نکات اصلی رو که از الان باید مد نظر داشته باشید برای روزهای نخستین جنبش خدمتتون بگم و چون مهمه یک بخش رو به طور خاص میخوام اختصاص بدم به این تا مبادا فراموش بکنیم که داستان چیست و چگونه میخوایم عمل بکنیم. با موج دوم در فلان روز باشه، قراره نمیدونم در مثلا 25 باشه، بعضی ها میگن بهتره که 15 باشه و از این داستان ها زیاده الان. همونطور که میدونید سوالی که از ما شده اینه که خب چیه داستان؟ ما چه روزی رو مبنا قرار بدیم برای اینکه بدونیم چیکار بکنیم و اینها؟ پاسخ خیلی ساده است. در یک مصاحبه که من چند روز پیش داشتم با چنل وان این رو عنوان کردم. گفتم که ما انقلاب تقویمی نداریم، یعنی یه جنبشی که بگه آقا از روز فلان شروع میکنیم انشالله بعد میریم تا روز مگه قرار پیکنیک برید یا مگه نمیدونم تور مسافرتیه که تاریخ تعیین بکنن و نه عزیزان. وارد این قصه های اسمشو بذاریم ناشیگرانه، ناشیگری، غیر حرفه‌ای عمل کردن از الان نشید. حرفه‌ای برخورد بکنید. درک حرفه‌ای از مبارزه به شما میگه که در مملکتی که نمیتونید سازماندهی علنی، فعالیت علنی داشته باشید، هرگز و هرگز نمیتونید یه چیزی رو از قبل به صورت 100% برنامه‌ریزی و پیش بینی بکنید. ببینید مملکت‌هایی هست در جهان که دموکراسی وجود داره، آزادی هست. یه سازمانی، یه حزبی میخواد یه میتینگی بذاره، از قبل هماهنگ میکنن، یه محلی رو اجاره. آقای عزیز هستید؟ مایکتون باز شده بود، نمیدونم بگرم صحبتی دارید. میکنن اجازه گرفتن، مثلا اجازه که یعنی در جریان میذارن برای مسائل تامین و حفظ امنیت و ترافیک و فلان و بسار نرفا. بعد میان کار تبلیغاتی میکنن و مثلا 30 روز دیگه 40 روز دیگه فلان میتینگ انتخاباتی رو داریم، ملت هم میاد 100,000 نفر 200,000 نفر مراسم رو اجرا میکنن، سخنرانی میکنن و میرن دنبال کارش. خب سالی 100 بارم این کار رو میتونن انجام بدن. ولی داریم در مورد این مملکت صحبت میکنیم که شما هیچ گونه فعالیت علنی نمیتونید داشته باشید. حتی این کسانی که میبینید احتمال میدن یه موقعی براشون خطرساز باشه، خطرناک باشه، نمیدونم چی باشه، مثل همین مواردی که در ابتدای برنامه دیدیم در مورد پدر محمد مهدی کرمی و غیر ذالک، میان چیکار میکنن؟ بازداشت میکنن و میبرن و این این اصلا و ابدا تصور در فضای مجازی
صداتون بود آقای عزیز، الان قطع شد. آقای عزیز مایکت بسته است، الان مایکت بسته. گفتم اگه موافق باشه